شما نمی وقتی پدر امروز ببین داخل ویدیو بهتون میگم چه جوریه دیگه. داخل کالاف به هیچ عنوان نمیرید. یعنی چی به هیچ عنوان نمیرید؟ یعنی انیمی زمانی به شما تیر میزنه خودکار سریع آرمورتون پر بشه. الان روی صفحه میبینید که آرمور به صورت خودکار پر میشه. یه دونه این آموزش خیلی خفن رو بهتون یاد بدمش. فقط قبلش این ویدیو رو حتما لایکش کنید. بریم سراغ این آموزش خیلی خفن. بچه‌ها شما حتما دمیج شده باشید و باعث از کلاس مدیک جونتون رو تا نصفه که رسید با استفاده از آرمور آبی یا همون آرمور سطحی پر کنید. مهم نیست که مدیک جونتون رو پر کرده ای باشه یا نه. دیگه شما این آرمور رو زدید زمانی که انمی روبرو به شما حالا نیت پرتاب کنه یا دمیجتون کنه درجه جون شما پر میشه چون اون آرمور آبی رو زدید. حالا شما داخل کامنت ها بگین همچین ترفندی رو میدونستین یا نه. اگر لایک های این ویدیو رسونید به 5000 تا بهتون یاد میدن چجوری گانتون رو تیرش رو بی‌نهایت کنید. پس حتما ویدیو رو لایکش کنید. وقتی پدرت شانسشو توی پابجی امتحان